شما خودتون پهلوان هستین یا همراه پهلوان آمدین؟ پهلوان هستین؟ کشتی میگیرین؟ چند سال باشه پهلوانی میکنین؟ 9 سال و 10 سال. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. ما خوشبختانه بعد از برگشت از دره انگشتشاه آمدیم به بازار ولسوالی سانچارک. برای سانچارکی عزیز ما که چی در داخل افغانستان، چی از سانچارک و چی بیرون از افغانستان ما را میبیند، یک سلام ویژه تقدیم میکنیم. همین گونه که قورداغ سرپل از خود نام دارد، قورداغ سانچارک هم از خود نام دارد. رستوران و مسافرخانه خلیفه شاولی و پسران، جایی که قورداغ بره، کباب، کرایی، پارچه، داشی، قابلی و غیره. اما در سانچارک معمولا قورداغ اکثر هموطنان عزیز ما که از بقیه ولایات به اینجا میآیند نوشجان میکنند. شما دیدین ما دیشب نوشجان کردیم و همین لحظه در دیگ قورداغشان، این قورداغ که شما میبینید این را البته برای ما آماده میسازد و نمیفهم که همکارا و دوستا چند کیلو فرمایش دادن و ما این را باید پرسان هم بکنم، اما امروزشان باید صحبت هم بکنم که این مایی که برشان بانم و چند سوال از اینا بکنم. بیاین شما اینجا بیاین، این مایی که برشان بند بکنم و اسمشون چند سوال میکنم و این ببینم که چند سال میشه اینا فعالیت دارن. این سوالات حتما پرسان میکنم و گوشت قورداغ باید گوشت چه باشه؟ تنها یک دیگ نیست بلکه چندین دیگ است که ما تصاویر اونا را حتما همراه شما شریک میسازم. ما اینجا این وطندار را که شما در تصویر میبینید این قورداغ پخته میکنن. سلام علیکم، خوب هستین شما؟ خیرتی هستین انشاءالله؟ بخیر باشین. نامتان؟ علیکم سلام. نام شما؟ خلیفه شاولی. چند سال میشه که اینجا شما رستوران دارین؟ 30 سال قورداغ پخته میکنن. بعد از اون دیگه شما پخته میکنین. چند فرزندش اینجا میلان مصرف هستین؟ خب میمانا معمولا از کدام ولایت، از کدام ولسوالی ها به خاطر خوردن قورداغ سانچارک به اینجا میاین؟ مزار میاین؟ نه کابل، از هرات هم میاین خاطر قورداغ. در این روزایی که گرمی هستن معمولا همه به خاطر انگشتشاه میاین. در انگشتشاه میمانا هم اینجا میه؟ زیاد میه؟ بله بله. این قورداغ از کی است؟ از ماست؟ چند کیلو است؟ 4 کیلو. زمان دقیق پخته شدن قورداغ چند دقیقه است؟ 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 50 دقیقه بگو بریم.
بتاب دیگه بله نان سنچارک باید بتاب باشه چیز زور 1 ساعت مکمل. خب قورداغ گوشتش باید نرم باشه سخت باشه متوسط باشه چگونه باشه؟ قورداغ گوشتش نرم باشه اول نرم شه خوش کمی بریان کنه. معمولا در گوشت قورداغ باید بره باشه گوسپند باشه گوساله باشه چی باشه؟ قورداغ باید یا بره باشه یا میده بزغاله باشه یا بره یا میده بزغاله. مثلا برای چند ساله؟ 1 ساله 1 نیم ساله؟ برای 3 3 ماه 4 ماه ماه و 4 ماه 5 ماه. بله. از چند مجا تا چند مجا شما فعالیت دارین در بازار ولسوالی سنچارک؟ 24 ساعته؟ پدرتان هم است؟ کجا است پدرتان؟ ایشان پدر شماست؟ امی مایی که بر از اونا بتونیم امرای پدرتان یک صحبت بکنم برشان بند بکنید مرا که ما بند بکنم حاج صاحب محترم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی هستین انشاءالله؟ نام شما؟ نامتان؟ خلیفه شاولی شما هستین؟ پدر شما هم رستوران هتلداری داشت یا شما شروع کردین؟ پدری ما مخصوصی مقدم دمیده کتاب دادیم خالق عکاس. از همین سنچارک بود؟ از همین سنچارک بود؟ خواه شما هم رئیس کار میکردین؟ بعد از او چیزی یاد گرفتین خودتان مستقل شدین؟ چند سال میشه اینجا گشتم پدرتان؟ 26 سال. از کجا میمون میبرتان؟ جوزجان عطاریپور اتنادار خب از اکثرت ولایت پشتون میه گوشت تازه و گوشتی که برای قورداغ آماده باشد از کجا میکنین؟ مثلا شما خودتان میرین بره میخرین از قصابی میرین از کجا میکنین یا مال دارین؟ ما بره میخریم خوش 3 ماه 4 ماه مختلف میخریم خوش از همینجا میخریم همین 3 میل گوشت ما کار میکنیم در غیر دیگه گوشت رو ما کار کردن نمیتونیم 4 بعد همین وقتی ما حوض داده چی بار چی دمیتان چی تابستان است. قورداغ همیشه است. در پلوی قورداغ مثلا دیگه چی پخته میکنین؟ داشی است قابلی است دیگه چی دارین؟ کباب است؟ به نام قورداغ هستیم کباب هستیم داشی هستیم یخنی هستیم دیگه خب مشهورش قورداغ است. بله نام قورداغ هست. خب ما اگر از فرزند شما پرسان کردم یک قورداغ هم تو جانانه که بیری دندان تا اوگار نکنه زخمی نکنه چند دقیقه وقت در بر میگیره؟ 1 ساعت. 1 ساعت. فعلا هم شما خودتان عملا کار میکنین یا تمام مسئولیت سپردین به بچه‌ها؟ همکاری میکنن. بچه‌ها خلیفه شدن یا نه؟ با دعا دادیم برشان؟ یک میمانی را بگیر که در شما وجه زیاد قورداغ پخته کرده باشین 2 دیگ 3 دیگ 4 دیگ این تو گاهی اوقات برتان میمانا زیاد آمده؟ میمان زیاد نه 6 دیگ 7 دیگ و 6 در روزای بازار به بازار 6 دانه دیگ اما مثلا 10 کیلو 8 کیلو تا داخلی دیگ انداخته میشه زیاد نیست با تقسیمات 2 کیلو. در روز بازار سنچارک معمولا شما چند بره را به اصطلاح گوشتش مثلا در قورداغ میفروشین؟ 100 کیلو بار میشه و 100 کیلو 100 کیلو بار قورداغ میشه با همه قورداغ سنچارک. بازار سنچارک کدام روز است؟ پنجشنبه و دوشنبه است. و چون ولی فصل تابستان است معمولا به خاطر انگشتشا اکثر هموطنان از مزار جای میه باز پیشتان میه؟ بله زیاد تمام میه خب فکر می‌کنم 9 نفر می‌پرده باشه با 2 نفر 7 نفر دیگه کمپین میکنه که بیا بیش کنه. مبتا ما هم دیشب بر شما کمپین کردیم یک ویدیو تا نمانی 50,000 نفر دیده 50,000 نفر دیده و ما مطمئن هستم که ویدیو را میبینه دیگه بخیر. جور آرام باشین ما با بعضی سنچارک هم حتما چند لحظه صحبت میکنیم بخیر باشین.
یکی از اعضای ما مثل ما از مزار شریف آمده. ای که اینا به خاطر چی آمده حتما این رپرسا میکنن. سلام، خوب هستین؟ بخیر. نام شما؟ سبقت جان، چه وقت آمدی از مزار شریف؟ امروز آمدی؟ به خاطر انگشت آمدی یا به خاطر کدام موضوع دیگه؟ شام آمدیم، یکی به خاطر یک انگانه هستن جوار ولایت همجواری ما هستم و به خاطر پروانه آمدیم. کدام عروسی است؟ چی رقم؟ اینجا پروانه محفل است، هر جمعه هر پنجشنبه هر سنچارک برگزار میشه. شما به خاطر پلوانی آمدید؟ تقریبا ولسوالی دیگه است، این ولسوالی گوسفندی است؟ گوسفندی میریم. ها، در گوسفندی میریم. و این کشتی یا پلوانی اونجاست. اینجا پوتنشال اینجا خبرادار اگه بردیم بخیر میریم داریم. ها، شما خودتون پهلوان هستین یا همراه پهلوان آمدین؟ پهلوان هستین؟ کشتی میگیرین. چند سالش پهلوانی میکنین؟ تقریبا یک 9 سال 10 سال میشه. 9 سال و 10 سال. با کدام ولایت ها به خاطر پهلوانی رفتین؟ ما به خاطر ولایت درخا رفتیم، بدخشان، کابل، بغلان، فاریاب، آخشه، ولسوالی آخشه، دولت‌آباد، بله دیگه گشتیم. یکی از پهلوانای نامدار که زمانی که می‌خواستی با او روبرو بشی حتما می‌ترسیدی که مرا چپه نکنه، اما یک بار او را چپه کرده باشی. نامش در ذهنت است؟ از پروانه که است، نو عادت است. گاهی مثلا می‌رفتی، گاهی مثلا می‌زنی، اما دائم زدن نیست. دائم نیست. غلطیدن هم است. خانه خالی است. جای برابر میشه که ما می‌زنیم، جای برابر میشه دیگه کسی می‌زنه. یک پهلوان با قوت بازو نیاز داره یا به تکنیک نیاز داره؟ به تقدیم نیاز داره و قوت بازی هم خیلی اساسی داره. چون معمولا سمت مردم سمت شمال پهلوانی میکنه. یک وقت ما که میدیدیم یا در میدان میرفتیم باز یکی از چلاش مثلا شانگردان میگفت، شانگردان میکرد میزد. شانگردان چماتا است، زیربغلی است. هر جای منطقه باز هر کدوم هر نام میگیره. اما به خاطر از اینکه یک پهلوان قوی شوی باید تمرین هم داشته باشی. تمرین باید داشته باشه. تمرین شما دارین؟ تمرین برای باشگاه هست، فقط تمرین میکنیم یک روز بعد. ممتا یک از اعضای ما در پهلوانی بخی به نام افغانستان بیرون رفتن. نامش میگیم میشناسی؟ اجمل ساخزی یا اجمل پهلوان. ها. جوزجان است، از قومای ماست. میشناسی او را؟ نه، تایلند بود و رفتن ترکیه، از ترکیه رفتن آمریکا و پس آمدن. دیگه شما چند ساله هستین؟ 20. آرزویتان چی است؟ 28. آرزویتان چی است؟ آرزوی ما فقط منطقه افغانستان که آرامی باشه، همین ما داریم رسم و رسمی ما ها. و حتی یک روز بخیر به نمایندگی افغانستان بروید، با تاجیکستان روبرو شوید، با پهلوانای تاجیکستان روبرو شوید. قبرداغ سنچارک خوردی یا نه؟ ایره بگو. ما تقریبا یک 12 سال است که نام دارم و میم دیگه. میخورین؟ ما یک دفعه گاهی سال 2 دفعه میم. خب امروز شما قبرداغ نوشیجان کردین یا بعد از این قرار است که نوشیجان بکنین؟ نوشیجان کردیم. همین جای پیش خلیفه شاولی نوشیجان کردین؟ دیگه برای شما موفقیت آرزو میکنم و امیدوار هستم که امروز هر پهلوانی که در پیش روی شما میه چپه بکنه و تو گفته مردم سر بالا به مزار شریف پس بیایید. قربانتان، ما چون دوستا زیاد هستم باید پس مزار شریف برویم. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید قربان. وطندارای عزیز، قورداغ سنچارک باشه و این تو یک نان کته سنچارک باشه دیگه، بازم تو نانم گرم باشه. واه واه دیگه عجب کیف میکنم. ماشم گرم است یا نیست؟ از استاد جان پرسان میکنم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ نام شما؟ سلامت باشین. نامتان؟ قاری محمد یاسین هستم. قاری محمد یاسین. از امو تکزار هستین؟ بله. نانوایی داری؟ بله، همین نانوایی است. چند سال میشه که نانوایی داری؟ تو داوردبری 11 سال میشه ما نانوایی داریم. 11 سال. خب در کوچه جور کردید که معمولا کوچه رستوران از این کوچه معمولا. بله. یه هتل داره، اونجا هتل هست، هتل رو مونم میشه. خب تنها هتل داره است پیشتن نان میبره یا خانوالا می چی رقم؟ خانوالا میبره، در ضمنش بچهای مجاهدین هم نان میدیم، اردو امنیت. خب کسایی که مثلا می در انگشتشا اونا گاهی اوقات از پیشتن میبره. بله، از ولایت سریپل از شبرغان از هر منطقه از مثلا نان میبره. خب این نان دانش چند افغانی است؟ این نان دانه 20 روپیه است. 20 افغانی؟ بله، وزنش 500 گرم است. شاروالی طول کدام است؟ بله، طول شاروالی دیگه. مطابق همین نامه شاروالی میگیم. بله، مطابق نخنه شاروالی. روزانه چند نان دیگه تندور پخته میکنید؟ روزانه و بسته بازار و بسته یک خیر شهر داره.
در روزهای بازار مثلا زیاد است؟ روزای بازار زیاد. روزهای بازار و روز جمعه. بله. چون جمعه رخصتی است همه به خاطر انگشت بله شاه. به خاطر انگشت شاه. ولی دیگه روزای بی بازاری باز کم است. ولی گرم است یعنی؟ بله ای گرم. معرف نکنیش؟ ای اون دقیقا نشد. دوستای عزیز اجازه است؟ بله هست. اجازه است نوگم نیست ان شاء الله. هنوزم قورداغ ما پخته نشده و نانم گرم نامخوده. طرف انگشت شاد سفر داشته باشی و قورداغ هم تو آمده و نانم تو گرم داغ عجب کیف میکنه. نانوایی خلیفه دوست محمد بین. به نانوایی خلیفه دوست محمد بین و نان از دیگه نانوایی نخرین از پیش ایشان بخرین. این تبلیغات هم براتون کردن. ما برادر جامعه بار محمد یاسین ولی یک دان تندر میسته برادرم خلیفه دوست محمد است. این دو برادران هستن اردش هم ماشاءالله قاری قرآن هستن. بخیر باشین قاری صاحب. بخیر باشین. نام یوتیوب چنل لاروین مایک است یا آیت الله صافی نوشته کنید. یک فیلم میشه استاد. خب این 1 کیلو است. 1 کیلو نو است. این نیم کیلو است. یا نیم کیلو هم کمتر است. خوب نو دیگه شکل. دی دیگه چند کیلو جای میشه؟ کمی دیگه 8 کیلو جای میشه. دی دیگه 8 کیلو؟ دو 5 کیلو جای میشه. دی 205 کیلو جای میشه. و اینجا 8 کیلو جای میشه. این 8 کیلو. این 8 کیلو. حال تا 12 کیلو جای میشه. 12 کیلو. بازو گوشت چی است اونجا کی است؟ گوشت شوروا است. شوروا. یخنی. خب این یخنی است. یخنی است. خب امروز چند برنه کشتی؟ امروز 6 تا برا کشتیم. ماشاءالله 6 تا. 6 تا برا. روز جمعه معمولا بازارتان خوب است یا روز بازار خودتان؟ روز بازار خوب است باز روز جمعه هم مثل روز روز بازار باید. چون میمان زیاد میاد. میمان زیاد میاد. از راه دوردست میمان میاد. قورداغ خوری زیاد است. ولی قورداغ ما چند دقیقه وقت در بر میگیره؟ قورداغ شما 1 ساعت در بر میگیره 20 دقیقه دیرش 40 دقیقه دیگه 40 دقیقهش دوستا مانده تا اینی قورداغ ما که شما همه لحظه میبینین بخیر آماده میشه و ما دیگه تقریبا 10-12 نفر هستیم و این را دور از دلتان نوش جان میکنیم. ما برای شما توصیه میکنم اگر میخواین که به سنچارک سفر داشته باشین حتما قورداغ سنچارک نوش جان بکنین و قورداغ سنچارک دیگه واقعا نام داره و همین از اگر شما گشنه هستین و همین دلتان او میشه دیگه مرا ببخشین دیگه دیگه واقعا دیگه قورداغ خورا دیگه جای شما خالی و ما دیگه منتظر هستیم یا 40 دقیقه بعد زمانی که پخته شد حتما نوش جان میکنیم. خب دوستای عزیز قورداغ ما بخیر قریب آماده می شود اما هنوزم کارش به اتمام نرسیده و باید اینی رومی هم انداخته شود. رومی رو میندازی بخیر؟ پارتو بخیر دیگه. چند تا رومی باید انداخته شود؟ 4 تا؟ خب در قورداغ مثل روش کچالو انداخته نمیشه؟ نه در قورداغ کچالو نمیندازن. خب همین رومی را ما از پیش خودمون اضافه بگیم چون بسیار خوشمزه میاد. غیر پیاز هیچ نداره. و دیگه رومی وطن سنچارک باشه که مزه کنه دیگه. رومی سنچارک نبرامدن روزم فکر کنم. سنچارک است. همین سنچارک است؟ ها بشک. 4 تا شد نه؟ 4 تا فقط. این ولی دیگه چند دقیقه مونده؟ 10 دقیقه دیگه ان شاء الله دیگه غذای شما اومده است. بعد از 10 دقیقه. بعد از 10 دقیقه غذای شما را می‌کنم. وطندارای عزیز دور از دلتان اینمی دیگه قورداغ که شما میبینید بعد از 10 دقیقه آماده خوردن میشه و گوشتش هم دیگه خوب نرم میشه. دیگه منتظر هستیم که بعد از 10 دقیقه ببینیم که چی میشه. خب دوستای عزیز بعد از انتظار قورداغ بخیر آماده شد و
همین لحظه قرار است که به این غوری ها بکشد. بسم الله الرحمن الرحیم. وی وی فقط بگی که این آبی جغلداری در این انگشتشا است. دو تایش 4 نفره بگیر. خوش یکش 3 نفره. همون تو تقسیم کو که مقصد دوستا صدا داره که نگه از گوشنگی بیخی وضعیت ها خراب شد. اینیشه نخورده شما اینم دقیقه نشه نخورده والا ما خود نشه شدیم. دوستایی که میبینن اونا هم نشه شد. اینیش هم 4 نفره کو دیگیش 3 نفره کو. نه 4 نفره و 3 نفره چی؟ 4 تاش 3 نفره جور کنم. اینه میتون. وای وای دوستای عزیز جایتان خالی دیگه. به 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 به. واقعا دیگه که قورداغ سنچارک قورداغ از دوستای عزیز. و ما نام خدا یک تیمی 11 نفره هستیم. مینداز حوصله کن. زیاد نه کم نه باش خیر اسمان مینداز. کلش هم خوب مساوی تقسیم کن. درست اجر میشه. این چیش هم بزن. موادش نمک میندازی چی میندازی ورام بنداز. ای مقصد در دیگه چیز نمان دوستای عزیز نه. دیگه خالی شد. ای برو بخیر. نوبت خوردن شد دیگه. نوبت خوردن شد دوستای عزیز. در وقت خوردن میگه مهر میره. ما اگر خودم برم ویدیو بگیریم دوستا کلشان گشناست. ما از غذا میمونیم اما ما ناگزیر هستیم با اینا خداحافظی بکنیم. با اوستا برو نوششان بکنیم.